باشه بله باشه ما اگه لبخند دارو موت چه واقع باشه ما اما ای کاش برو برشیم و مرور شه کاش بفهمیم نگفته زن بری فروشه چه ما شاد باشیم به محتاج به آرامشو برتون ها بگذاریم بیزار از آرایشو. من سونیتا علیزاده هستم، 18 سالمه و در حال حاضر تو تهران زندگی میکنم. یه هدفایی دارم، برای اینکه با اونا برسم باید بهترین باشم. پارسال همین موقع مامانم اومده بود تهران و قصدش این بود که منو ببره افغانستان، به زور شوهرم بده. بیشترش میگفت ما الان داداش تو زن دادیم، مجبورین که پول بدیم به اون خانواده طرف، یعنی یه قربانی به خاطر یه پسر. اگه پولی شر بده دختر مال اونه، اگه میفهمیدون به خارج به حساب میکنیم، اگه میفهمیدون رفته ها به حساب میکنیم، با شکم گرستم سفره برمیگشم یا که تمونه قضاهای شما برمیگشم. مرکزی که من توش درس میخوام اسمش خانه مهره. اونا کمک کردن، با خانم قایم مقامی خونه برام گرفتن، با داداشم زندگی میکردم که بعدش اونم رفت دیگه تنها زندگی میکردم اونجا و شرامو بیشتر تو تنهایی بوده. ایده کلیپ دختر فروشی از اونجا اومد که دوستم براش خواستگار اومده بود، بعد این قبول نمی‌کرد، انقدر زده بودنش که چشاش کبود شده بود، زخم برداشته بود، انگشتش شکسته بود. من از اون الهام گرفتم. شعر جنگ و موقعی که به افغانستان فکر می‌کردم، به کشورم که هنوزم جنگه، درست کردم و الان 10 ساله که من افغانستان رو ندیدم. سر آزمایش عمرت دنیا نابود شد، آدمای بیگناه روانی تابوت شد تا که این مردم پشت زخمی رو هم کنم، خاطری که دور تو بایم قدم رو کم کنم، تو که دیدی قصد عام بوده کار بیگناه، اینا امانت ها تو که کار میدن خدا. کلاس اولم و داخل یه مسئولی درس میخوندم که خانم خودش مثلا یواشکی میومد درس میداد، هیچ حقوقی نمیگرفت. بعد از نماز که میشد میرفتیم اونجا، نماز صبح اون میومد، بعد ما میرفتیم اونجا جارو میزدیم، به جای اینکه ما رو راه بدن اونجا یه ذره اونجا رو تمیز میکردیم، بعد پشت در مسجد به عنوان تخته استفاده میکردیم. بقیهش هم که اومدیم تهران توی NGO به نام خانه مهر، هیچ هویتی ندارم، خب نمیشناسم کجایی، حتی مسابقات باشگاه میرفتم، مسابقات ارشد کلاس بودم ولی نمیتونستم برم مسابقه بدم چون افغان بودم و هیچی هم نداشتم که ثابت کنم. به خاطر خاک وطن این انتخابات نشون بده راهو به من، هموطن در نظر بگی ملتی که پشتت، امید همگیشون برای توی مشتت، کاری کن بعد این انتخابات جنگ کهنه از بین بره، ملت نفسازه کنه، همه دست به دست هم بر ضد دسته‌ای که وطن کردن آزمایشگاه بمب هسته‌ای. این انتخابات شعار و استدلال ملت جنگ زده، خواهان استقلال، بایی که خونی نمونده بره نان در بدن، بازم سینه سپرن بره نجات وطن. دوستم بهم گفتش که آهنگو قبلش درست کرده بودم، بعد به من گفتش که تو افغانستان یه سایتیه برای رپرها گذاشتن بهترین آهنگ انتخاباته، تو میتونی اونجا بذاری. من آوردم دادم دست خانم قایم مقامی، نمیدونستم چطوری باید اینو بفرستم. بعد مدتی هم که اعلان مسابقه شد، اولین برنده شدم بهترین رپر و بعدش
مشکل من این بود که جایزه‌مو بهم نمیدادن. میگفتن که تو از کجا معلوم که ایرانی نباشی، پاکستانی نباشی. نمیتونستم ثابت کنم چون هیچ مدرکی نداشتم. چشم چی دوختی با قنین و زندگی بری تو راحته تو جنگل و مصربی که 24 ساعته مثل نفس کشیدن بکنه برو بیا شما خورگون کردی تا جنگ و شلوغی ها که وقتی اخبار بگی امروز فش شلوغ شده میگی کانال بزن سریالا شلوغ شده. آهنگی که راجع به انتخابات خوندم تو مسابقه که اول شد اکثرا جاهاشو سانسور کردم به خاطر اینکه سفارت آمریکا ساپورتش میکرد و کلیپ هم عوض کرده بودن. یه جایی گذاشته بودن که من داشتن شیشه پاک میکردم. نمیدونم چه ربطی به انتخابات داشت شیشه پاک کردن من. هر روز یک سوال جدید و سوالم به جمع شه اگه طالبان میکشه چری کم نمیشه بودیم یک فیلم آمریکایی اکشن ساخت خود راستم و مترسوری اکشنه دولت بیدار شو آخه به خود خوبی ها شمار فرستادن دو مال نخود سیاه. خانوادم اولش همه مخالف بودن چون میگفتن افت داره برای یه خانواده افغان که بره بخونه تو فیلمم باشه. تنها کسی که زیاد بهم گیر نمیداد مادرم بود که بعد از اون مسابقه که اول شدم نصفی بیشتر پولمو فرستادم براشون، یکم قانع شدن. آهنگ دختر فروشی هم که براشون فرستادم خیلی خوششون اومد، یعنی یه جور باهاشون مبارزه کردم. یه هدفایی دارم برای اینکه با اونا برسم باید بهترین باشه. ولی من میدم رو فرش قرمز میرم خانومم با خودم میبرم. بهترین رپر زن شدم، خلاصه بهترین شدم. اینجا حرف توی سمت زن انگشتا چقدر طاقت بیاره زل لگد و مشتا بزن بازم دست تو بزن تنم و سزر با تو مدستو بزن مکمتر بزن بزن نگونه کن عمیق‌تر بزن. خب هدف اصلی من این کار اینه که همه مردم منو بشناسن، بزرگترین کنسرت ها رو داشته باشم، اونقدر پول داشته باشم که بتونم NGO باز کنم. میخوام خیرترین آدم بشم، به خدا اینو راست میگم. به نام این قلم که سلاح دست منه و صدایی که امروز فریاد نسل منه بذار حقیقت رو به تو بگه ای داستان زنان بی‌وفای افغانستان. میرفتم کلاس کاراته و تا رده مشکی رفتم دیگه نتونستم. فکر کردم به دردم میخوره چون خیلی مشکل دارم. گفتم میرم افغانستان همه رو لطف‌ها کنم. پیانو هم میزنم، گیتار هم میزنم دیگه. در آینده زبان انگلیسی هم بلدم. بلد نیستم؟ نه بلد میشم. خب دیگه چی بود؟ بهترین میشم میشم. خدای من. به نام خدا، به نام خالق ایتن، به نام زن افغان بنیاد وطن، به نام ایتنی که رد شلاقا روشه، به احترام مرگ همیشه سیاه پوشه، به نام کودکی که از کودکی محرومه، به فضای چارچوب خونه محرومه. علاقه من از جای شروع شد که برای بچهای کار اول خوندم، بچه‌ای که فال میفروشن، کار میکنن، حمایت از خانواده حمایت نمیشن. بعد آهنگ بعدیم هم در مورد تبعیض تو ایران بود. آهنگ منو ببخشید و موقعی که یه ذره از ایرانیا دلم گرفته بود و همش به من افغانی میگفتن و اکثر جاها منو راه نمیدادن، در اون باره من نوشتم. همه ایرانیا رو نمیگم که رفتارشون بد بوده، کمترشون. آهنگ من یکی دیگهش در مورد احمد شاه مسعوده و تا الان هم کلیپ نشده. منتظرم که کلیپش کنم برای سالگرد احمد شاه مسعود از شبکه‌ها پخش بشه. داستانش برای اینکه اون قهرمان ماست
میتونست واقعا اگه زنده میموند افغانستان رو از بعضی چیزا نجات بده و واقعا شجاعانه داشت میجنگید ولی نامردانه کشته شد. به این میگن حمله انتحاری توی نقطه شهر رخ داده انفجاری که قربانیان هستن کودکان بیگناه اینو امانتا تو تیکه پاره میدن خدا خوش نمیرفتی میکردی فکر ما رو اینجا وقت نمیدن به جنگ نکشن آدم ها رو بعد تو کی میتونه بره ما دلاوری کنه از این همه پیشرفت جنگ جلوگیری کنه لااقل تو بودی میشدی وارد بازی ملت بی دفاع جستو ندو سربازی که جنگی شجاعانه تا انتها جلو شکر دشمن پشتش بود خدا برای مرد سرباز دریه پنشید همه دست سینه به احترامش بلند شید راه جاودانه اش برآمد مقصود بله درود بفرستیم به ذات مسعود به سودی که اون گشود بر مردان کهن تا خاتمه بده به اجساد و کفن به سودی که اسم و رسمی بود آزادی خواه کسی که همیشه داشت رویه آبادی ها شجاعانه برو جلو پیروز برگردی مثل مسئول لباس صلح و جنگ کردی روی سنگرت همه جایی رو نوشتم این کشور من سرنوشتم شجاعانه برو جلو پیروز برگردی مثل مسئول لباس صلح و جنگ کردی روی سنگرت همه جایی رو نوشتم این کشور من سرنوشتم شدت جنگ ملت ایرانه وجب دنیا مهاجر افغانه مهاجری که زخمای شاید بهتر بشه میذاره زیر هجوم قربت شاید تر بشه اینجا رو شکست ملت قیمت میذارن شعار آزادی بدی زیر پا جینک میذارن بس تشکینم از اونا که تو رو کشتن آزادانه راه میرن دولت رو مشتن آدم چه قیمت میتونه اینقدر پس بشه به گروه خشونت القاعده بس بشه به گروهی که سقیمی آدم